دادگاه ناحیه باباجان غفوروف به محاکمه پرونده 7 ساکن این ناحیه شروع کرد که برای پیروی از جریانی در تاجیکستان ممنوع سلفیه متهمند. ماه گذشته همین دادگاه دستی کم 6 نفر را با گناه پیروی از رویه سلفیه به زندان فرستاده بود. شاکربای اشرفوف، یکی از ساکنان محکوم شده با گناه پیروی از سلفیه، 5.5 سال آینده را در زندان سپری خواهد کرد. منابع نزدیک به محاکمه این پرونده در دادگاه ناحیه باباجان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که دادگاه عیب پیروی شاکربای اشرفوف را ثابت شده عنوان کرده است. دادگاه گفته است این ساکن جماعت اونجی ناحیه باباجان غفوروف از سال 2014 با پیروی از عثمان رحیموف نام هم محله خود به رویه سلفیه گرویده با طرز نمازگزاریش از دیگران فرق میکرد. به قول این منابع، عثمان رحیموف سال 2016 از سوی مقامات دستگیر و او نیز با قرار دادگاه به 5.5 سال حبس محکوم شده بود. به گفته این منابع از دادگاه ناحیه غفوروف، بار امام مسجد هفت کلان محله شاکربای اشرفوف را برای ترک دعای بعد نماز مذمت میکند و او در حال جنجال میبردارد. امام مسجد به خاطر فرو نشاندن جنجال او را از مسجد پیش کرده است. ولی میرزا قیوم رحمانوف، مسئول بخش دین در جماعت اونجی میگوید امام مسجد اشرفوف را از مسجد پیش نکرده است، بلکه ممکن گفته باشد که اگر به طرز دیگر نماز میخواند همراه آنها نماز نگذارد. جناب رحمانوف میگوید در مسجدهای تاجیکستان نماز طبق مذهب امام اعظم ادا می شود و امامان مسجدها حق دارند که این را به نمازگزاران تأکید کنند. امیده جوره و همسر شاکربای اشرفوف به ماجرای زندانی شدن شوهرش نظری دیگر دارد. او میگوید در آن که همسرش برای خطا رفت، امام مسجد محلی هم عیبدار است، چون که میتوانست بعد درک اشتباه او را برای درست و قانونی راهنمایی کند. او گفت عیب امام علمشان نبودن و یا امام خود همین طرز نمازخوانیشانه نخیل دیگه، اما بریشی در آب چینی کرده همه همین محاله تصدیق میکند اخی دستگاه نمیکدن سواری من. به اطلاع دادگاه ناحیه باباجان غفوروف، شاکربای اشرفوف ساکن جماعت اونجی این ناحیه را ماه فوریه سال روان کارمندان اداره امنیت ولایت سوغد دستگیر کردند. به گفته همسر او، شاکربای اشرفوف 38 ساله است و از حساب اوستایی نان میافت. آنها 4 فرزند دارند که از 13 تا 18 ساله هستند و هنوز کار و درآمد ندارند.